بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا صدقه فطر را با پول پرداخت کردن جایز است یا اینکه جایز نیست؟ باید ذکر نمود که یک قسم از علما با شمول شافعی ها، مالکی ها، یک قسم از زیادی از مالکی ها و یک قسم زیادی از حنبلی ها بر این نظرند که صدقه فطر را با پول پرداخت کردن جایز نیست و دلیل این علما این است که صدقه فطر که شریعت آن را واجب گردانیده است باید از چیزهای پرداخت کرده شود که در شریعت در نص شرعی بیان آنها آمده است و آنها طعام هستند یا اینکه مویز، خرما، جو و گندم هستند. از این چیزها باید پرداخت شود. و قسم دیگری از علما، قسم زیاد دیگری از علما با شمول تابعین ها از جمله امام حسن بصری، عطا ابن ابی رباح، عمر ابن عبدالعزیز، ابو اسحاق سبوعی، امام ابو حنیفه و یارانش رحمهم الله اجمعین و همچنین امام بخاری رحمت الله علیه و یک روایت از امام احمد ابن حنبل و یک روایت از قسم دیگر از علمای مالکی با شمول ابن وهب و امام ابن دینار بر این نظرند که صدقه فطر را با مبلغ پرداختن جایز است، زیرا اینکه مراد از واجب گردانیدن صدقه فطر این دست کمک دراز کردن به نیازمنده ها هست و برآورده کردن حاجت آنها هست. و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین است که فرمودند شما فقیرها را از گشتن در این روز به نیاز بگردانید، با روایت امام دارقطنی و سنن کبرای امام بیهقی آمدگی هست. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم مراد شریعت را از واجب گردانیدن صدقه فطر این را بیان کردند که از گشتن یعنی از نیازمند بودن شما آنها را به نیاز بگردانید. پس با مبلغ پرداختن صدقه فطر نیاز آنها را دوچند برآورده میکند، زیادتر برآورده میکند. از این جهت گفتند که صدقه فطر را با پول پرداختن جایز است. امام ابو اسحاق سبوعی میگوید که یکی از بزرگان تابعین است و این 30 نفر از صحابگان را دیده است و در خطبه های حضرت علی کرم الله وجهه اشتراک نموده است. میگوید که ادرکتهم وهم یعطون فی صدقه رمضان الدراهم بقیمة الطعام. من آنها را یعنی صحابه و تابعین را دریافتم که در صدقه فطر رمضان درهم ها را بر عوض طعام پرداخت میکردند. و همچنین امام حسن بصری هم گفتند که لا بأس ان تعطی الدراهم فی صدقه الفطر، باکی ندارد که صدقه فطر را درهم پرداخت کرده شود، هیچ باکی ندارد. و همچنین در زمان خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز هم صدقه فطر را با مبلغ پرداخت میکردند. حضرت امام وکیع از قره روایت میکند که میگوید جاءنا کتاب عمر بن عبدالعزیز فی صدقه الفطر نصف صاع من كل انسان او قیمته نصف درهم. یعنی در صدقه فطر از هر انسان نیم صاع گرفته شود یا اینکه قیمت اون را به اندازه نیم درهم گرفته شود. پس از اینجا معلوم میگردد که با مبلغ پرداختن صدقه فطر به حالت فقیرها موافقتر و سازگارتر هست و این تنها فقه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نبوده، بلکه قسم زیاد از علمای تابعین و تبع تابعین و یک قسم از علمای مالکی ها و یک روایت از امام احمد بن حنبل جایز میدانند که صدقه فطر با مبلغ پرداخت کرده شود. و کسایی که میخواهند صدقه فطر را با مبلغ پرداخت نمایند پس قیمت گندم را حساب میکنند. برای کسی که کم بضاعت است یعنی گویم شرایطش پایانتر هست 1 کیلو و 625 گرم حساب میکنند گندم را چند سوم میشود مبلغش پرداخت میکنند. و کسایی که ثروتمند هستند از مویز و خرما حساب میکنند 3 کیلو و 250 گرم مویز یا اینکه خرما چند سوم میشود مبلغ همین را صدقه فطر پرداخت میکنند.
والله اعلم.